که همین نسل استاد لایق، شاه مظفر یادگاری، بهرام فیروز و بازار صابر به شعر وارد شدن، زمانی بود که مخصوصا جوانها برنامه های شاعرشان را در شعرهای برنامه‌ای اعلام می داشتند و اکثرشان از همین اونهایی که نامبر کردم به غیر از بازار صابر برنامه هایشان بسیار بلند آهنگ و بسیار داوطلبانه بود که مثلا استاد لایق می گفتند که حالا طیاره های و موشک ها به کیهان رفت و شعر من از یک صفحه بیرون نشد و باید بیرون میشد و دیگری مثلا بهرام فیروز می گفتند که حاضر وقت آن است که برخیزیم و رزم کنیم برای خوب زندگی بسیار هم شکوفا و مانند اینها. یعنی که میخواستند اهل ادب را و عموما خوانندگان را با این گونه گویم دعواهایشان با خودشان به ایجادیاتشان جلب کنند. خب وقتی که ما به همین ها اندیشه میکنیم میبینیم که بازار صابر تماما برعکس اینها رفتار کرده. شاید از اون سبب باشد که بازار صابر بعد از ختم کردن دانشگاه به افغانستان به صفت ترجمان به کار رفت، در اونجا کار کرده است و با شعر و ادبیات افغان در اونجا خوب شناس شده است. در کشورهای همزبانی ما این گونه دعواها نبود، نه در شعر افغانستان نه در شعر ایران. بنابر همین به نظر من چنین میرسد که شکل گرفتن شخصیت شاعری بازار صابر در زیر اون تاثیرها به وجود آمده است.